عشق دل خواهد که وصف همسر طه کند، آن که تطهیر و ثنایش ایزد یکتا کند. اعتقاد شیعه در مورد ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها: توسن طبعم ز شورش صد نوا دارد به دل، مرغ بی پر چون سفر بر عرصه عنقا کند. بیشتر علمای شیعه به کفر و ارتداد ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها معتقدند. الصراط المستقیم بیاضی جلد 3 صفحه 168، فصل الخطاب نوری صفحه 313، بهارالانوار مجلسی جلد 22 صفحه 246 تا جایی که آیت الله خمینی در کتاب الطهاره جلد 3 صفحه 457 از عایشه، طلحه، زبیر و معاویه رضی الله عنهم اجمعین به بدی یاد کرده و آنها را از سگها و خوکها نجستر و ناپاکتر و عذابشان را از کفار سختتر می‌داند. دختر صدیق اکبر در حیا و عفتش، او که نقش مادری اندر جهان ایفا کند. از سوی دیگر حر عاملی عالم شیعه در تفسیر ولا تمسکو به اسم الکوافر در سوره ممتحنه آیه 10، یعنی با زنان کافر ازدواج نکنید، میگوید هر کس زن کافری داشت اسلام را بر او عرضه کند، اگر اسلام را پذیرفت زن اوست و اگر نه او از آن زن بیزار است و الله از نگه داشتن آن زن نهی کرده است. این مطلب در وسائل شیعه جلد 20 صفحه 542 ذکر شده است. در صداقت چون پدر صدیقه کبرا بود، در عبادت مو به مو احکام حق اجرا کند. پس اگر ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها چنان که شیعه میگویند کافر و مرتد بوده، میبایست پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم طبق دستور کتاب الله او را طلاق میداد. در دریای عفاف و گوهر گنج حیاست، مگر اینکه بگویید که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نمیدانستند که او منافق است و مرتد می شود. در دریای عفاف و گوهر گنج حیاست، و فقط این شیعیان بودند که متوجه آن شدند و میدانستند که ایشان منافق بوده و مرتد می شوند. عفتش یاد از حیای مریم عذرا کند،